خب توی این چند تا آزمایشی که قبلا توضیح دادم که تاثیر نسبت به سیمان رو بررسی کرده و در جمع شدگی ناشی از خشک شدن و جمع شدگی خود به خودی توی اونا به این ترتیب عمل کرده بودن که حالا روش استانداردی نبود ولی روشی بود که انجام داده بودن. یه نمونه‌ای رو ساخته بودن با 16 در 1 متر 100 سانتی متر، بعد یه فاصله 50 سانتی اون وسط رو به عنوان طول مبنا پیش بینی کرده بودند و اونجا اندازه‌گیری کرنش رو در این فاصله انجام داده بودند و 2 سری آزمون تهیه شده بود. دسته اول آزمونهایی که بعد از قالب برداری اومده بودن و کلاً با ورق آلومینیوم کل نمونه رو پوشونده بودند که هیچ تبادل رطوبتی انجام نشه با محیط بیرون. و دسته دوم رو اومده بودن بعد از قالب برداری در درجه حرارت 20 درجه در محیط آزمایشگاهی و رطوبت نسبی 50 به اضافه 10% قرار داده بودن، مثلا برای 90 روز. خب حالا اون نمونه‌ای که فقط دورش ورق آلومینیوم بسته شده بوده تغییراتش جمع شدگی خود به خودی رو میده، جهت اینکه اینجا هیچ تبادل رطوبتی نداریم، و این جمع شدگی کل رو میده، یعنی هم توش خود به خودیه هم جمع شدگی ناشی از خشک شدن و به این ترتیب جمع شدگی ناشی از خشک شدن میشه جمع شدگی کل منهای جمع شدگی خود به خودی. پس به این ترتیب با تهیه 2 دسته نمونه و به این ترتیبی که گفتیم این اندازه گیری جمع شدگی انجام میشه. حالا یه مثال خاصه از یه پروژه‌ای که انجام شده و به طور کلی برای اندازه گیری انواع جمع شدگی که تا به حال صحبت داشتیم به این ترتیب عمل میکنیم که تو جمع شدگی ناشی از خشک شدن، خب همین چیزی که الان توی مثال گفتیم میاد اندازه‌گیری کرنش با علامتی که روی آزمون میزنیم این انجام میشه که با یه سری دمک جوج این اندازه‌گیری انجام میشه که وسیله‌ایه که برای تغییرات طول و اینها استفاده میشه که رو نمونه میچسبونن و یه گیجیه که اندازه گیری میشه. یه روش دیگه اینه که ما یه سری کمپراتورهای طولی داشته باشیم، مثل همون چیزی که توی اندازه گیری برای مدول لاستیک قبلا توضیح دادیم این کار انجام بشه. برای جمع شدگی مقید از یک رینگ های قالب های استوانه‌ای با قالب های استوانه‌ای با فضای خالی میانی استفاده میکنیم که حالا توی شکل توضیح خواهم داد که اینجا اگه ملاحظه کنید به این صورتی که ما به قالب‌های این شکلی 2 تا استوانه داریم که داخل هم قرار میگیرن. این بتون رو ما این وسط میریزیم و بعد این استوانه بیرونی قالب بیرونی باز میکنیم و این بتون شروع میکنه به جمع شدن. این جمع شدگی باعث میشه که قالب داخلی تحت تنش قرار بگیره که ما تغییرات طولی
این قطر این داخل رو اندازه گیری میکنیم و علاوه بر اون میتونیم بتونه با میکس دیزاین های مختلف انجام بدیم یا مثلا الیاف استفاده کنیم ببینیم که چقدر این الیاف کمک میکنه که این ترک خوردگی در بتون دیرتر انجام بشه یا قطر باز شدگی کمتر بشه که در واقع این رو جمع شدگی مقیده. این موقع ما یه دانشجویی داشتیم که این موضوع رو این دستگاه رو ساخته بود و کار میکرد. اینجا ملاحظه میکنید همین استرینی که توی رینگ اتفاق میفته با این وسیله اندازه گیری میشه که این مثلا تا منهای 100 میکرو استرین اینجا اتفاق افتاده و بعد از اینکه بتون ترک میخوره مثلا بعد از 7 روز یه بار این تنش کرنش آزاد میشه و ما به کرنش صفر برمیگردیم. برای این اندازه گیریه که بر اساس ISTM هم هست و H2 اینا هر دوشون از این روش رو پیشنهاد دادن. پس اندازه گیری جمع شدگی مقید با این قالب های استوانه‌ای انجام میشه. اندازه گیری جمع شدگی شیمیایی همون 9% که گفتیم این با چند روش انجام میشه که الان توی این شکل شما ملاحظه خواهید کرد. یه روش این است که ما این خمیر سیمان رو اینجا قرار میدیم، بعدا داخلش آب قرار میگیره، کل این رو هم داخل آب میگذاریم اون شکل بالایی، روش گراومتری. وقتی این جمع شدگی انجام شد این حجم آب داخل این افزایش پیدا میکنه و با این روش اندازه گیری با وزنی که این بالا هست این تغییرات وزنی این چیزی که معلق هست رو اندازه گیری میکنیم که توی آبم قرار داره. روش دوم روش دیلاتومتری که سمت چپ پایین ملاحظه میکنید این سمپل یا نمونه ای که اینجا هست. خب وقتی دچار انقباض میشه لول آب تغییر میکنه و این فالو اپ این لول آب کاهش حجم رو از روش میتونیم در بیاریم. روش بعدی سمت راستی روش پیکنومتری هست که ما وقتی این حجم کم میشه با این سرنج آب اضافه میکنیم تا این کاهش حجم رو جبران بکنه که با وزن اون متوجه میشیم که این تغییرات حجمی اینجا به چه ترتیبی بوده است. پس اندازه گیری جمع شدگی شیمیایی هم با این سه روش قابل انجامه. برای اندازه گیری جمع شدگی خودخوش شدگی ما میاییم از یک سری لوله های الاستیک استفاده میکنیم که موجدار هستن و یعنی دو تا روش داره، یکی از این لوله های الاستیک موجدار استفاده میکنیم و دوم با یه سری دستگاه های فشار سنج میتونیم اندازه گیری فشار داخلی رو انجام بدیم که این تغییرات فشار منفذی موقع جمع شدگی خود به خودی میتونیم از این تغییرات فشار داخلی موقع اون جمع شدگی مقدار جمع شدگی رو با یک کالیبراسیونی به دست بیاریم. اینجا الان لوله هایی که داخل اینها به صورت لاستیک هستند و وقتی خمیر اینجا قرار بگیره این انقباضی که اتفاق میافتد رو این لوله ها چون لاستیک هم میتونیم ما با تغییر این تغییراتی که این لوله ها پیدا میکنند تغییر طولی و تغییر حجمی این جمع شدگی خود به خودی رو
متوجه بشیم که معمولا مربوط به 1-2 روز اول هست و یا از یه سری دستگاه‌های فشار سنج داخل خود نمونه بتونی قرار بدیم و تغییرات فشار منفذی رو اندازه گیری کنیم. پس به این ترتیب ما میتونیم با متدهایی که ارائه شد انواع جمع شدگی رو اندازه گیری بکنیم. یه استاندارد 1698 سال 2009 که تا 2400 اپروف شده برای اندازه گیری آتوجنس هست و استاندارد 157 هست که این مربوط میشه به جمع شدگی خوش شدگی ناشی از خوش شدن که مربوط به هاردند هایدرولیک سمنت مورتار هست. توی این استانداردها به طور مفصل این روش های اندازه گیری رو توضیح دادیم.